در 30 نوامبر سال 1874 در کاخ بلنهایم انگلیس یکی از معروف‌ترین سیاستمداران دنیا به دنیا آمد. کودکی که به یکی از تاثیرگذارترین آدمای قرن 20 تبدیل شد. این ویدئو داستان واقعی و پرهیجان زندگی وینستون چرچیل. وینستون لئونارد اسپانسر چرچیل در یک خانواده اشرافی انگلیسی به دنیا اومد. شاید فکر کنید چون اشراف زاده بوده زندگی راحتی داشته، ولی واقعیتش نه. بچگی چرچیل اصلاً گل و بلبل نبوده. پدر چرچیل وزیر خارجه مستعمره هند بوده. هند اون زمان مهمترین مستعمره بریتانیاست. مادر چرچیل هم از یک خانواده پولدار آمریکایی بوده که بیشتر وقتش رو توی مهمونی‌ها می‌گذروند. پدر و مادر وینستون اصلاً با هم نبودند. ازدواج اونها یک ازدواج زوری از سمت پدر مادرهای هر دو بوده و یک فرزند زوری هم به دنیا میاد که این چرچیل کوچولو بوده. وینستون کوچولو بیشتر با پرستارش بزرگ شده و همین باعث شد همیشه حس کنه از پدر و مادرش دور افتاده. با وجود اینکه پدر و مادر آنچنانی نداشت اما پول داشت. وینستون در اصل یک بچه بی پدر و مادری بوده که کلی پول و پرستار و پیشخدمت داشت. در همچین شرایطی بزرگ شد. پرستاری که برای وینستون مثل مادر رفتار میکرد همین خانم بود، الیزابت اورست، که چرچیل اون رو نانی صدا میکرد. و توی نوشته های چرچیل هم وجود داره که میگه نانی تنها کسی بود که در دوران کودکی واقعا دوستم داشت. سن 20 سالگی چرچیل، الیزابت که تنها پناهگاه و دوست چرچیل بوده میمیره. در نوشته های چرچیل اومده اون برای من بیشتر از مادرم بود. حالا یه مقدار عقب‌تر بیایم. وینستون توی مدرسه چی کار میکرد؟ اون قد کوتاهی داشت، یه ذره توپلی بود، زبونش هم میگرفت. درسش خوب نبود، همیشه دیر میرسید، شیطونی میکرد، مشکل دیکته داشت، کند مینوشت و واقعا از سیستم خشک و سختگیرانه مدرسه متنفر بود. وقتی وارد دبیرستان میشه از محیط دبیرستان خوشش میاد و میگه اینجا بالاخره میشه درس خوند. ریاضی براش کابوس بود. از 2 رشته خوشش میاد، تاریخ و ادبیات انگلیسی، و شروع به تلاش در این 2 رشته میکنه. اون حتی توی همین دبیرستان وارد تیم شمشیربازی میشه و اتفاقا خیلی هم خوب شمشیربازی میکنه. این روحیه خوبی که چرچیل پیدا میکنه کم کم از بین میره. چرچیل میره توی خودش، احساس افسردگی میکنه و واقعا افسرده میشه. این احساس افسردگی به حدی بوده که تصمیم میگیره خودش رو از بین ببره. برای این کار میره از روی یک بول خودش رو توی آب میندازه. شدت آب به قدری بوده که پهلوی اون پاره میشه، به کلیه‌اش آسیب میرسه. مردم اونو نجات میدن و به بیمارستان میبرن. خلاصه بعد از بیمارستان چرچیل الان که 18 سالش شده به جای ورود به دانشگاه وارد ارتش بریتانیا میشه. بعد از 4 سال در نظام موندن و خدمت کردن سعی میکنه وارد سیاست بشه. برای شروع سیاست تلاش میکنه وارد مجلس عوام بریتانیا بشه، اما نمیتونه رأی بیاره و با اختلاف شکست میخوره. چیزی که جالبه اینه که اصلاً ناامید نشد و دست از تلاش بر نمیداره. همین اهداف سیاسی هم باعث شده بود که انگیزه پیدا بکنه و افسردگیش کامل از بین بره. چرچیل متوجه میشه که توی لندن نمیتونه کاری از پیش ببره و باید از جاهای کوچیک‌تر شروع کنه. برای همین به کپ تاون آفریقای جنوبی، یکی از مستعمره‌های بریتانیا میره. اون زمان در آفریقای جنوبی جنگ انگلیسی‌ها و هلندی‌ها بود که بهش میگفتن جنگ بوئر. چرچیل جوون میره خطوط جنگی که ببینه اونجا چه خبره، اما میفته دست هلندی‌ها. اسیر میشه و اون رو میبرن پروتریا، یعنی وسط منطقه هلندی ها، جایی که با منطقه انگلیسی ها 500 کیلومتر فاصله داشت. خلاصه چرچیل با چند نفر دیگه تصمیم به فرار میگیرن، نقشه میکشن و شبانه فرار میکنن. بوئرها با فراری ها شوخی نداشتن، حکم تیر صادر میکنن و میگن مرده یا زنده فرقی نداره، اینا رو بگیرید و برشون گردونید. رهبر گروه فرار وینستون چرچیل بود. این به اون 2 نقشه راه میداد. شبا حرکت میکردند و روزها پنهان میشدند. بالاخره بعد از 25 شبانه روز به مناطق امن رسیدند.
خبر فرارش مثل بمب توی انگلیس ترکید. انگلیسی‌ها برای اینکه هلندی‌ها رو تحقیر کنن این خبر رو گنده میکنن که تمام اروپا فهمید. روزنامه‌ها نوشتن چرچیل جوان از دست بوئرها گریخت. همین ماجرا بعدها نقش زیادی در ورودش به سیاست داشت و تونست خیلی راحت حتی با اختلاف زیاد رأی بیاره و وارد مجلس عوام بشه. این شروع سیاستمداری چرچیله که تا 55 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. خلاصه چرچیل وارد سیاست شد، اما هنوز قرار نیست به اون بالاها برسه تا اینکه میرسیم به جنگ جهانی اول در سال 1915. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، چرچیل تازه داشت در سیاست جا می افتاد. در کابینه جنگ بریتانیا بود، یعنی سیاستمداری که در امور جنگی دخالت میکنه. در این موقع چرچیل پیشنهاد میده 30,000 از سربازهایی که الان دارن با آلمان میجنگن رو بفرستیم قسطنطنیه، استانبول امروزی. نظر چرچیل اینه که اگر قسطنطنیه رو بگیریم آخرین تنگه مهمی که توی دستمون نیست میفته دستمون. حالا چطور باید این ایده خوب رو پیاده کنیم؟ دست کارشناسان جنگی چرچیل فقط یک ایده سیاسی داده. حالا نظامی ها باید این ایده رو پیاده سازی کنن. خلاصه 30,000 تا از نیروها رو جدا میکنن، 1600 کیلومتر میفرستن سمت قسطنطنیه که کنترل این منطقه رو دست بگیرن. تنها راهی که وجود داشت این بود که از طریق دریای مدیترانه وارد دریای اژن بشن و از طریق تنگه داردانل وارد قسطنطنیه بشن. اما فکر اینجاشو نکردن که عثمانی ها به شدت مقاومت میکنن و اجازه نمیدن که اینا تو ساحل پیاده بشن. 9 ماه این مقاومت و جنگ زمان میبره و تلفات زیادی هم برای دو طرف داشت. 45,000 بریتانیایی و 60,000 عثمانی کشته میشه. با اینکه فقط این ایده از چرچیل بود و عملیات و پیاده سازی اون با نظامی ها، ولی همه کاسه کوزه ها سر چرچیل شکسته میشه و اون مجبور به استعفا میشه تا اوضاع آروم بشه و دوباره برگرده. خلاصه جنگ جهانی اول تموم میشه و چرچیل موفق میشه دوباره برگرده به مجلس. خب این سیاست مداری که ما تا اینجا در موردش حرف زدیم تشکیل خانواده هم داده. یه سر به خانواده چرچیل بزنیم. در سال 1908 چرچیل با کلمانتاین هوزی آشنا شد. کلمانتاین زنی باهوش، شجاع و سرزنده بود و چرچیل از همون دیدار اول جذبش شد. اونها صاحب 5 فرزند شده بودند که یکی از اونها در سن 2.5 سالگی بر اثر عفونت خونی از بین رفته بود. چرچیل برعکس پدر و مادر خودش رابطه خیلی خوبی با بچه‌هاش داشت. برای بچه‌هاش وقت می‌گذاشت. با پسرهاش به شکار می‌رفت و دخترهاش رو تشویق می‌کرد که مستقل و باهوش باشن و در سفرهای کاری هدیه می‌فرستاد. رابطه چرچیل با همسرش هم خیلی معروف بود، به طوری که همسرش رو دوست داشت، همیشه از اون خوب میگفت. اما همسایه‌ها میگفتند که بارها دیدیم که اینا کتککاری میکنن. نه اینکه چرچیل همسرش رو بزنه، نه، زنه چرچیل رو کتک میزد. تا آخر عمرم با همین همسرش زندگی میکنه. خب دوباره بریم سراغ سیاست مداریش. در سال 1933 وقتی حزب نازی در آلمان به قدرت میرسه، اون موقع مخالفت چرچیل با حزب نازی هر روز بیشتر از دیروز میشه و تو حرفها و سخنرانی‌هاش همیشه علیه اونا حرف میزنه. 6 سال تمام در مورد اونا بد میگفته و هیچ کس هم جدیش نمیگیره. در سال 1939 که آلمان وارد لهستان شد و جنگ جهانی دوم شروع شد، چرچیل فقط یک سیاستمدار بود و همه تازه پی به حرفاش بردن، حرفایی که تو این 6 سال علیه آلمان نازی میزد. با جدی گرفتن حرفهای چرچیل اون بالا میاد و در سال 1940 میشه نخست وزیر بریتانیا. نخست وزیر شدن چرچیل مصادف بود با حمله آلمان به هلند و تصرف هلند و بلژیک. آلمان داشته وارد فرانسه می شده که اونجا رو هم تصرف کنه. یعنی این آقای موقعی نخست وزیر شده که اوضاع مملکت واقعا تیره و تاره. یه چیز خوبی که چرچیل داشت کاریزمای سخنرانی اونه، به طوری که موقع حرف زدن همه جذبش می شدن.
اون توی اوضاع ناامیدی انگلیس شروع میکنه به سخنرانی و چون تاریخ هم خوب بلد بود سخنرانیاش همیشه خوب بود و همه گوش میدادن. تأثیر سخنرانی‌های چرچیل از خیلی جهات خوب بود. هم مردم رو از ناامیدی خارج می‌کرد و هم به نیروهای نظامی روحیه میده که همه بتونن کشورشون رو از این وضعیت خارج کنن. وقتی آلمان فرانسه رو هم اشغال میکنه دیگه بریتانیا فکر میکنه که آخرین روزهای آزادی خودش رو میگذرونه. چرچیل هم اینو میدونست، اما اگه میخواست بروز بده دیگه کار مملکت تموم بود. اون تنها امیدش کمک آمریکا بود، اما آمریکا گفته بود هرچی سلاح بخوای بهت میفروشم اما برات نیرو نمیفرستم، چون 90% ملت آمریکا مخالف این بودن که برای بریتانیا نیرو فرستاده بشه. از طرفی آمریکایی ها هم طرف آلمان نازی بودن، نه اینکه از ایدئولوژی اونا خوششون بیاد، نه، به این خاطر که قبلا آمریکا و بریتانیا با هم جنگیده بودن. بریتانیا دیگه داشت خودش رو میباخت که یک دفعه هیتلر یک تصمیمی گرفت که همه رو غافلگیر کرد. هیتلر طی عملیاتی به نام بارباروسا به شوروی حمله کرد. با شروع این حمله چرچیل با استالین تماس میگیره و به اون میگه ما تو جنگ با آلمان کنار شما هستیم. این شروع یک اتحاد تاکتیکی عجیب بود. دو رهبر کاملا متفاوت ولی دشمن مشترک داشتن. چند ماه بعد، یعنی در 7 دسامبر 1941، ژاپن، اون یکی متحد آلمان، به طور ناگهانی به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا حمله کرد. چرچیل از این حادثه خیلی خوشحال شد. داشت بال در می آورد. خوشحال از اینکه آمریکا هم وارد جنگ شده. واقعا معلوم نیست چرا ژاپن به آمریکا که یکی از پرقدرت‌ترین ارتش‌های دنیاست حمله کرد، و یا واقعا چرا هیتلر این تصمیم احمقانه رو گرفت که به شوروی که فقط یک بار توسط مغول‌ها فتح شده بود حمله کنه. خلاصه دیگه چرچیل رو ابرا بود، چون هم آمریکا وارد جنگ شده بود و هم آلمان‌ها خودشون رو توی باتلاق انداخته بودن. چرچیل که میخواست به روس‌ها کمک کنه تا هیتلر رو که داره برقاسا جلو میره زمین گیر کنه به نقشه نگاه میکنه، میبینه که فقط از طریق ایرانه که میشه مهمات برای شوروی بفرسته. پس یک تماس با استالین میگیره و میگه هر طور شده باید ایران رو اشغال کنیم تا ما از طریق خلیج فارس بهت کمک کنیم. خلاصه راه آهن ایران رو به بیگاری میگیرن و سلاح و مهمات به پشت جبهه شوروی میرسونن. چرچیل از لحاظ زرنگبازی خیلی باهوش بود. اون حمایت همه جوره آمریکا رو میخواست، چه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی، چه کمک در پروژه منهتن و چه از لحاظ پول و طلا. خلاصه پیروز این جنگ متفقین بودن و چرچیل هم یک مهره مهم این متفقینه. برای همین بعد از جنگ میشه قهرمان جنگی بریتانیا. با وجود اینکه چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم کشور رو نجات داده بود، ولی مردم در انتخابات مرحله بعد بهش رأی ندادن، چون اون یک قهرمان جنگی بود و مردم دیگه میخواستن از جنگ دور باشن. ولی بالاخره در سال 1950 اون در سن 75 سالگی توی رأیگیری شرکت میکنه و نخست وزیر میشه. 5 سال نخست وزیر بود تا سن 80 سالگی. بعد از اون 10 سال به زندگیش ادامه میده و نهایتاً در سن 90 سالگی بر اثر سکته مغزی میمیره.